بلکه از سوی هم میهنانی که امروز به هر تقدیر در این برابر دنیا متمرکزند و این توانایی رو دارن، مثل شما عزیزان که امروز در این شرایط اینجا حاضر شدید و پشتیبانی خودتون رو از حرکت یک پارچه مردم ایران اعلام میکنید. این مهم نیستش که چه گروهی یا چه کسی پیش قدمه، مهم این هستش که مردم ما باید به هدف خودشون برسن و اون هدف شرایطی است که هر ایرانی با هر باور و هر اعتقادی که داره بتونه آزادانه در مملکت خودش قدم بزنه، فکر خودش رو بخواد در موردش صحبت بکنه، دنبال بکنه و هیچ کس مانع کار او نشه. این تجربه است که همه ما بعد از 32 سال بهش رسیدیم. هیچ کدوم ما بدون همدیگه نمیتونیم موفق بشیم و همه ما توانایی تحمل همدیگه رو علیرغم هر طرز تفکری که داریم رو باید از خودمون نشون بدیم. ما به این بلوغ رسیدیم. پیروزی از آن ملت ایرانه. این تظاهرات و این به اصطلاح صحبت‌هایی هم که امثال احمدی نژاد اینها میکنن که به اصطلاح همین اتفاقاتی که در مصر افتاد رو به نوعی میخواد به عنوان پیروزی برای خودشون قلمداد بکنن، یک دروغ محضه. که روز گذشته در مصر رخ داد هم میهنان ناقوس مرگ جمهوری اسلامیه. مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! جمهوری اسلامی راهی جز تسلیم شدن به رأی مردم و خواست مردم نداره. پیروزی نزدیکه. تلاشی که باید بشه نیازمند به پشتیبانی همه جانبه تمام جامعه ایرانی رو داره. از شما من میخوام که علیرغم هر نوع وابستگی هایی که داریم، هر نوع علایقی که داریم، به فکر پشتیبانی از حرکت مردم باشیم. ما همگی در شرایط آزاد به همه خواسته هامون میتونیم برسیم. اون چی که امروز دارای اهمیته، یک پارچگی ما، همبستگی ما و دوری ما از اون مسائلی است که در سنوات گذشته ما را از هم جدا کرد. فکر آینده باشیم، میتونیم جنگ رو، مبارزه رو ببریم، پیروز بشیم و آزادی رو از آن ملتمون بکنیم و مردم و مملکتمون رو